سلام بچه ها، من رادینم از کانال رادین ایکس 23. امروز آمدیم با آموزش ساخت پله های کشویی. قبل از ویدیو لایک کنید و بریم برای ویدیو. اول زمین سوراخ میکنیم. ما اینجا رو سفید بکنم. یه زمین در عرضهای 4x4 میکنیم و اینجاهاشو از این آجورا میذاریم. وسایل درست کردنش هم هستش. خون، این وسیله که اسمشو نمیدونم، تار عنکبوت، شیشه و قوطی پر از آتیش. من اینا رو بکنم. من یه لحظه اینجا رو آجر بذارم توی سوراخو. اینجاها رو هم وایسید بکنم. حالا من اینجا آتیش میذارم زیر و همچنان میبینید که زامبی ما میفته در آتیش. حالا ما به اون کاری نداریم. حالا آتیشمون رو ما میذاریم یه طبقه بالاتر میذاریم آتیشمون رو که راحت تر بشه. حالا اگر اشتباه نکنم شیشه ها رو روش میذاریم. من اینجا رو آجر میذارم. برای قشنگی من اینا رو میذارم. حالا شما خواستید ندارید رو مخفی خودتون رو درست کنید. حالا ما این شیشامون رو میذاریم، فقط هم یه طرفه میذاریم. حالا ما میایم اینجا این بخش و ما این وسیلمون رو برمیداریم که شبیه کلیدم هست و اسمش من نمیدونم. ما اینا رو این رو میذاریم. حالا با تار عنکبوت اینا رو به هم وصل میکنیم. این پل ما الان آماده است. الان ما روش را میریم. بعد
این شکل شیشه و این شد از کل شیشه ما و میتونیم از روی مواد مذاب رد شیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد منو لایک کنید، دنبالم کنید، کامنت بذارید، کامنتاتون رو میخونم تا یه ایده های باحال و ویدیوی جدید. خدا نگهدار.